سهراب سیرت شاعر جوان افغان از پیوند خود با شعر صحبت می کند. توجه کنید به گفتگوی همکارم نعیمت‌ال که در مزار شریف با وی انجام داده است. سهراب سیرت فارغ پانزه ادبیات پانتون بلخ و یک تن از شاعران جوان و معاصر افغانستان می باشد. وی می گوید از خیلی ها قبل به سرودن شعر علاقه داشت که با پرورش علاقه درونی و احساسش در برابر شعر توانست در این عرصه موفقیت های زیادی را به دست آورد. در کل روی کرده ما به ادبیات بنا به تصادف نبوده، یک علاقمندی درونی که از گذشته ها داشتیم. وقتی ما با یک شعر خوب روبرو میشدم، وقتی یک شعر خوب میخواندم، در اون وقت به نوع به قسم درونی و ازلی فکر میکردم که من پیوند دارم، یک حس به اصطلاح نوستالژیک به من دست میداد و همین شوق و شور در درون ما بود و بالاخره ایره پیدا کردم و پرداختم و رشد دادم تا که ما بالاخره جدیتر به شعر پرداختم و کتاب های چاپ کردم و هنوزم ادامه داره و ادامه خواهد داشت. چیستم گلوی صدها صدای ویران، من چیستم گلوی صدها صدای ویران، جغرافیای سوزان، آب و هوای ویران. سهراب در قالب غزل کلاسیک شعر می سراید و تا هنوز دو مجموعه شیری و تحت نام دوری پرنده ای نیست که برگردد و خارهای اسود به چاپ رسیده و در این عرصه تعداد از جوایز را نیز به سطح ملی و بین المللی به دست آورده است. آخرین جایزهایی که ما گرفتیم یکیش شعر برتر 1390 از طرف اینترنیوز در سطح ولایت بلخ و در سطح افغانستان برترین شعر قند پارسی هم به نام ما رقم خورد، یعنی جایزه اول جشنواره قند پارسی در بخش شعر در قالب کلاسیکش من مقام اول گرفتم. آقای سیرت میگوید اگر اشعار شاعران معاصر افغانستان به زبانهای بین المللی ترجمه و به دسترس جهانیان قرار گیرد، جهانیان پی خواهند برد که افغانها چی میخواهند و بدون شک افغانستان بلندترین مقام را در عرصه شعر به دست خواهد آورد. سهراب سیرت در کنار سرودن شعر پیشه خبرنگاری را نیز پیش میبرد. نعیمت‌ال، مزار شریف. سهار ده او دا ماشومان دلته د مکتب د بس موټر په تمه دي. په امریکا کې د ماشومانو ښه خوندیتوب لپاره ترافیکي قانون داسې دی چې کله د مکتب بس په سړک ودرېږي نور ترافیک د تېرېدو حق نه لري. له دې قانون څخه سرغړونه ډېره جدي ګڼل کېږي. دا قانون دا ښیي چې دلته ماشومانو ته او په ځانګړې توګه د دوی خوندیتوب ته ډیره پاملرنه کیږي. این بود داشته های این کاروان. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. چند لحظه از برنامه باقی مانده، با استفاده از فرصت میخوایم روی چند نکته اشاره کنم. ما برای بهبود برنامه همیشه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. شما با استفاده از اینترنت میتونید همیشه برنامه‌های ما را در سایت یوتیوب، صفحه فیسبوک کاروان و وبسایت صدای آمریکا نیز تماشا کنید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.